السلام علیکم دوستای عزیز، عیدتان تبریک باشه. روزه نمازتان به درگاه الله سبحانه و تعالی قبول باشه. دوستای عزیز، امروز تصمیم گرفتم با آمدن عید قربان یک قابل پلوی بسیار خوشمزه، البته مولنگ پلاو پخته بکنم و شما میتوانین همچنان ما را تا آخر ویدیو بیننده باشین. دوستای عزیز، بازم عیدتان تبریک باشه، روزه نمازتان به درگاه الله سبحانه و تعالی قبول باشه. روغنمو کم کم سرخ رایسته کم مانده. پیاز دوستای عزیز، بعض وقتها خوبی کردن برای بعضی انسان ها، البته انسان های نادان، کار خوب نیست. خوبی به اون انسان ها اصلا نمیزیبه. نباید هم برای زنها خوبی بکنی. ما با انسان های زیاد ششته برخواست داشتم، انسان هایی که سالها همراهشان برایشان خدمت کردم، سالها برایشان کمک کردم، سالها برایشان صادقانه برایشان بودم. بالاخره همه از اینا مثل به باد رفتگی واری بود و شما به انسان های خوب خدمت بکنید که تا الله سبحانه و تعالی براتان خوب بنویسه. به انسان های نادان اگر خدمت بکنید، روزی گرفتار اون نادان ها میشوید. والله همون رقم هست. باورتان میشه یا نه؟ انشالله با ادامه ویدیو حتما صحبت می داشته باشیم و هم قابل خود پخته می. وقتی پیاز سرخ شد کمی، بعد همون گوشت ران هم اندازیم. دوستای عزیز، این گوشت آفتابی هم هسته، معلومه چیزایی چه نکردم و همچنان شما خدا کنم که این دقیق کنیم. دوستای عزیز، حتما نمک از یادتان نروه. به قاشق نمک، یم زیره. دوستای عزیز، یک ساعت دیگه جوش میکنه تا وقت دیگه ما شما بخیر شروع میکنیم که زهر. اگر تا اینجای ویدیو خوشتان آمده باشه، حتما لایک کامنت از یادتان نروه. دوستای عزیز، کشمش، سردک و برنج هم آماده است. گوشتم دم کردیم. انشالله ما از روغن زیتون استفاده کردم. شما میتونید روغن زیتون استفاده بکنید یا از روغنهای دیگه انشالله. گوشت نرم شده. دیگه این یک بغل میندازیم
که بابا فهم که کجا انداختم از این خاطر حالا دوستای عزیز کمی نمک بندازیم در سرش. تا 20 دقیقه همین رقم میماریم تا پیرانش خوش شود. نیست اینه برای شما نشان دادم. دوست چند دقیقه دیگه بخوام چهل دقیقه تا 45 دقیقه میذاریم. بعد پلای ما آماده میشه تا وقت. پلاو دوستای عزیز هم شد مولنگ پلاو ما دیگه. نوشک جانتان دیگه به جای شما دوستا خالی دیگه دلکتان آف شده دیگه. به عرض معذرت دوستای عزیز. انشالله که خودتان همچنان در خانه پخته بکنین و نوش جان بکنین دیگه. با اجازه گرم داغ شما و انشالله که فالو کردن و سابسکرایب کردن از یادتان نره. دوستای عزیز جایتان خالی دیگه. ما دیگه آماده کردیم. انشالله که شما همچنان در خانه آماده کرده باشین که غذای همینطور خوشمزه همونطور که ما پخته کرده باشین دیگه. با اجازه گرم داغتان نقه گرم است ماشاءالله. بسم الله بسم الله. واقعا بسیار خوشمزه آمده. جای شما دوستا خالی دیگه ما مجبور هستیم تنها بخوریم.